این جریان برق قاتل خاموش است. ممکن است شما نفر بعدی باشید. همه چیز طبق روال پیش رفت. پس از انجام مراحل 9 گانه دستورالعمل ایمنی، عملیات جداسازی و ایمنسازی انجام شد. سپس مجوز و تضمین‌نامه ایستگاه توسط سرپرست گروه امضا گردید. نکات ایمنی لازم به ایشان و هیئت همراه تذکر داده شد. فرم TBM تکمیل و پیش از شروع کار به اپراتور تحویل داده شد. پس از ساعتی 2 نفر جهت تست کانتکت ریسیستنس با هماهنگی سرپرست گروه به گروه اجرایی و محیط کار اضافه شدند. در پایان کار هنگام باز کردن گیره‌ها بدون توجه به حوزه القایی 1 متر تجهیزات 63 کیلوولت به جای باز کردن دستی گیره دستگاه سیم را کشیده که سیم به سمت قسمت برقدار پرتاب و وارد حوزه القایی شده. ناگهان قوس الکتریکی ایجاد شده و سقوط فرد از استراکچر. متاسفانه به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بی‌توجهی به فاصله ایمن با تجهیزات برقدار جان او را گرفت و خانواده و همکاران او را داغدار کرد. این بار نگذاریم یک اشتباه ساده یک خانواده را عزادار کند. شرکت برق منطقه‌ای استان هرمزگان.